قصه مهر مادر. یک زمان مادری نابینای بود و او یک پسری داشت که با بیماری به این دنیا آمده بود. طبیبان به او گفته بودند که پسرش با بیماری به دنیا آمده است. پس از شنیدن خبر بیماری پسرش، مادر با دل ریش او را نگهبانی میکرد. از بس که مادر چشم بینا نداشت، همه مهربانی هایش را نسبت پسرش با چشم دل افشا میکرد. خداوند فرشته را به نزد مادر فرستاد و فرشته به نزد او آمد و گفت: مادر، خداوند یک درخواست تو را قبول میکند. میخواهی خودت بینا شوی یا فرزندت صحت شود؟ مادر گفت: البته فرزندم صحت شود. فرشته گفت: پشیمان نمی شوی؟ مادر: نه، هرگز پشیمان نمی شوم، فرزندم صحت شود. فرشته دست بر دعا برداشت، فرزند او صحت شد و مادر از این خوشحال گردیده فرزندش را با چشم دل نگریسته مهربانی میکرد. روز به روز فرزند با مهربانی های مادر عاجزش بزرگ شدن میگرفت و مادر از این خوشحال تر میگردید. زمان فرزند بر کمال رسید و مادر او را با یک جهان شادی و محبت عائله دار کرد. سال و ماها گذشت و فرزند روز پیش مادر با زانوی ادب افتاد و گفت: مادر جان، چند ماه است سخن در دل دارم، اما گفتنش مرا سخت آزار می دهد. مادر گفت: تو جگربند یگانه من هستی، بگو اسرار دلت را، من همه درخواستت را می پذیرم. فرزند گفت: همسر من با تو زندگی نمی خواهد. می خواهم برای تو خانه بنیاد کنم تا که دورتر از چشم او زندگی کنی، زیرا از نابینایی تو همسر من تبش خیره می شود. مادر از این سخنهای فرزنده که با چقدر رنج نابینایی به وایه رسانیده بود سخت آزرده گشت و به فرزندش گفت: پسرم، تو رنج مکش، برای من خانه مساز، من خودم از خانه برآمده می روم. تو با همسرت خوشبخت باشی برای من کافی است. مادر از در خانه‌اش که بجز از این فرزند زن دوستدار کسی نداشت برآمده با چشم دل به سوی خانه‌اش نگریسته زار زار میگریست، زیرا از خانه و در بیرون از کنار فرزند یگانه دور میشد. روز آن فرشته که از ابتدا آمده بود باز آمد و گفت: ای مادر، باز خداوند یک درخواستی تو را میپذیرد و انیق میگویی که این دفعه مرا بینا کند، چون که اکنون بعد این کار فرزندت و همسرش پشیمان شده ای. مادر گفت: من پشیمان نیستم و پشیمان نخواهم شد. این بار هم مرا شفا ندهد پروردگار. فرشته حیران شد و باز گفت: از خداوند چی درخواست داری؟ مادر گفت: میخواهم پروردگار همسر پسر مرا انسان خوب کند
زنی صالحه گرداند. امروز از سببی که من از این درگاه رانده شدم و از این رو در خانه نیستم که او را پرستاری کنم، در خانه نیستم که او را نوازش مادرانه کنم، همسرش را همسری با وفا گرداند تا که نسبت فرزند من جفا نکند، بلکه جگربند مرا پرستاری خوب کند. این لحظه ناگوار که از جانب فرزند رانده شد، برای فرزند و همسر او دعای بد نکرد. پس باید لحظه به لحظه به قدر این آلیه دلسوز و بکینه برسیم. در حق ما تا دعای مادر نشود، در زندگی راه ما منور نشود، 100 سال اگر خدمت مادر بکنیم، بر یک شب رنج او برابر نشود.